بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، اساتید فرهیخته و مدیران سازمان‌های مردم نهاد که افتخار دادند در نشست امروز حضور پیدا کردند و انشالله که نشست خوبی رو امروز با هم خواهیم داشت. نشست امروز که با همت دو سازمان غیر دولتی دارای مقام مشورتی، یعنی سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن سلامت خانواده ایران طرحریزی و ساماندهی شده، قرار هستش که به بررسی پیامدهای حقوق بشری جنگ رمضان و نقش سازمانهای مردم نهاد در این زمینه بپردازیم. طبیعتاً ماه‌های اخیر روزهای بسیار دشواری رو سپری کردیم. همه ما از 40 روز جنگ گرفته تا بعد از اون دوران دلهره آور میان جنگ و آتش بس و به نوعی آزمون طاقت فرسا بود برای همه ما مردم، از پژوهشگران گرفته تا سازمان‌های مردم نهاد، و جا داره که خدا قوت بگم خدمت همه اساتید، پژوهشگران و سازمان‌های مردم نهاد که به نحو احسن در این مدت نقش خودشون رو ایفا کردند و امیدواریم که این روند همین شکل ادامه دار باشه. یه خوش آمدی هم میگم خدمت جناب آقای افسری، مدیر عامل محترم انجمن سلامت خانواده که در جمع ما حضور دارند. پیش از معرفی اساتید بزرگوار و سخنرانان، دوست دارم که یک در واقع گزارشی رو خدمت شما ارائه بدم از عملکرد سازمان دفاع از قربانیان خشونت به عنوان یک سمن دارای مقام مشورتی از سازمان ملل که در طول جنگ رمضان و بعد از اون اقداماتی رو که در عرصه بین المللی به نمایش گذاشته رو در واقع خدمتتون ارائه بدم. خب از ابتدای شروع جنگ، سازمان دفاع از قربانیان خشونت که به نوعی در واقع همزمان شد شروع جنگ با آغاز اجلاس 61 شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، برنامه‌های خودش رو اغلب معطوف کرد به کنشگری و تاثیرگذاری در عرصه بین المللی با استفاده از ظرفیت‌ها و مکانیزم‌هایی که در سازمان ملل وجود داره. این اقدامات اغلب با مشارکت ویدیویی و همینطور با توجه به حضور دفتر برون مرزی در ژنو این اقدامات طرحریزی شد. اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه اشاره بکنم به مجموع اقداماتی که در طول این مدت انجام شد، که حالا به نوعی میشه گفت نقش سازمان‌های مردم نهاد به صورت عام هم میتونه همینها باشه که چه ظرفیت‌هایی برای یک NGO وجود داره تا بتونن در عرصه بین المللی فعالیت بکنن، تقریباً از این موارد خارج نیست. یکی از اون موارد که حالا بخش مهمی از کار رو هم تشکیل میده، تدوین و ثبت بیانیه شفاهی و قرائت اون توی شورای حقوق بشر بود که توسط این سمن انجام گرفت و بیشترش هم در واقع با توجه به همزمانی با جنگ رمضان معطوف بود به نقض‌های حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه صورت گرفته در طول این مدت. تلاش شد که پیام مردم ایران به جامعه بین المللی مخابره بشه. یکی دیگه از اقداماتی که انجام گرفت تدوین و ثبت بیانیه کتبی در همین زمینه بود که اون هم در واقع به عنوان یکی از اقداماتی که میشه اون رو ثبت یک سند بین المللی در سازمان ملل ازش یاد کرد انجام شد. از دیگر اقدامات قابل توجهی که توی این مدت صورت گرفت و خیلی هم به نظرم خاص و ویژه بود با توجه به قرابت زمانی این موضوع، مشارکت توی نشست اضطراری بودش که شورای حقوق بشر تشکیل داد. در اواسط اجلاس 61 بودش که شورای حقوق بشر با ابتکار نمایندگی ایران، چین و کوبا یک نشست اضطراری رو در خلال اجلاس 61 برگزار کرد که پیرامون نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته پیرامون بمباران مدرسه مینا. خب فرصت مناسبی فراهم شد تا سمن‌ها در این نشست اضطراری مشارکت داشته باشن و با توجه به فرصت محدود و اون مدت زمان کوتاهی که وجود داشت، سازمان دفاع از قربانیان خشونت نسبت به نوبتگیری و ثبت بیانیه توی این آیتم اقدام کرد و خدا رو شکر یک بیانیه تخصصی و خوبی هم در این زمینه قرائت شد. همزمان با اون خب تلاش شد که یک تولید محتوا و به نوعی گفتمانسازی حقوقی بین المللی هم در این زمینه شکل بگیره. از جمله کارهایی که انجام شد، جمع آوری مستنداتی بود که پیرامون مدرسه میناب صورت گرفته بود، یعنی در واقع یک کتابچه مصوری از شهدای مدرسه میناب به همراه پروفایلی از اطلاعات شخصی اونها منتشر شد و در شورای حقوق بشر میان هم نمایندگان سازمان ملل و هم در میان حالا NGO ها و مقامات بین المللی توزیع شد در ژنو. به غیر از این مواردی که حالا یه مقداری تئوریک و تخصصی هستن، اقداماتی هم
در زمینه میدان صورت گرفت توسط این سازمان که 2 تا اقدام مهم رو میتونم بهش اشاره بکنم. اولین اقدام برگزاری یک نمایشگاه میدانی بودش که توی ژنو صورت گرفت و تمرکز اون جنگ رمضان بود. نمایشگاهی که متشکل از 10 تصویر اختصاصی و گرافیکی بود که در روبروی سازمان ملل به نمایش در اومد و همینطور با توجه به همزمانی این جنگ با روز قدس با همراهی سمن‌های مختلف عربی یک تجمعی هم در روبروی سازمان ملل برگزار شد. با توجه به اینکه خب طبیعتاً امکان حضور فیزیکی توسط نمایندگان این سازمان مهیا نبود که در اون اجلاس مشارکت داشته باشن، یک نشست جانبی رو با همراهی پژوهشگران خارجی و به ویژه دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ژنو طراحی کردیم که بیشتر متمرکز بود بر مداخلات خارجی در چارچوب حقوق بشر و محتوای اون جلسه هم متمرکز بود بر همین جنگ رمضان. استقبال خوبی شد از این نشست و خب مقامات بین المللی هم در این نشست حضور داشتند و این هم از جمله اقداماتی بودش که سازمان دفاع از قربانیان خشونت در طول جنگ رمضان انجام داد. طبیعتاً یک سری سلسله گزارش‌ها و کتابچه‌های تخصصی هم بیشتر به زبان انگلیسی در خصوص نقض‌ها و جنایات صورت گرفته طی این مدت تهیه شد که اون هم بیشتر با هدف تولید محتوای تخصصی بود که اون هم میان مقامات بین المللی توزیع شد. همینطور یکی از کارهایی که شاید خیلی کمتر بهش توجه میشه بحث مصاحبه‌های اختصاصی هستش که سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این زمینه پیشرو بود طی ماه‌های اخیر و مصاحبه‌های متعددی با فعالان حقوق بشری خارجی و اساتید خارجی صورت گرفت در راستای محکوم کردن اقدامات و رویکردی که آمریکا و رژیم اسرائیل در طول این مدت داشتن و تلاش شدش که مصاحبه‌ها و به نوعی مواضع این اساتید در شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت مجموعه نشر و بازنشر بشه که یکی از خب مهمترین مصاحبه‌هایی که در این زمینه بود هفته‌های گذشته صورت گرفت با خانم پروفسور امیلی کرافورد، استاد برجسته حقوق بین الملل دانشگاه سیدنی که پژوهشگران حقوق بین الملل خب ایشون رو به خوبی میشناسن. ایشون فرزند پروفسور جیمز کرافورد فقید هستش، قاضی دیوان بین المللی دادگستری. اگر بخوام به صورت حالا یه مقدار خلاصه تر جمع‌بندی بکنم، یکی از اقدامات دیگه‌ای که خب خیلی اثرگذار بود در این حوزه مشارکتی بود که سازمان دفاع از قربانیان خشونت با مجموعه‌ای تحت عنوان Civilians of ایران یا همون شهروندان ایران داشت. توصیه میکنم حتما این سایت رو ملاحظه بفرمایید. یکی از ابتکارات خوبی که در طول این مدت انجام شد ایجاد یک بستری در فضای مجازی بود برای اینکه مستندسازی بکنه جنایت‌هایی که در طول این مدت اتفاق افتاده و اسامی قربانیانی که در طول این مدت بودن به نوعی احصا بشه و یک دیتابیسی به نوعی تشکیل بشه که در آینده بتونه در واقع این مجموعه مورد بهره برداری توسط مجامع بین المللی قرار بگیره که سازمان دفاع از قربانیان خشونت با مشارکت این مجموعه در واقع در حال حاضر این وبسایت رو دارن پیش میبرن و در تلاش هستن که این دیتابیس تکمیل بشه و آمارها و مستندات مربوط به جنگ اخیر تکمیل بشه. یک بخشی از در واقع هدف این نشست بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد هست پیرامون جنگ اخیر. میخوام یه مقداری در واقع یک رویکرد آسیب شناسانه نسبت به نقش سمن‌ها در عرصه بین المللی مطرح بکنم. خب طبیعتاً این جمع رو که من دارم مشاهده میکنم ظرفیت‌های بیشماری از پژوهشگران حقوق بین الملل در اون حاضر هستن که طبیعتاً میتونن در عرصه بین المللی نقش آفرینی کنن از طریق مشارکت و همکاری با سمن‌ها، چیزی که در سالهای اخیر کمتر شاهدش بودیم متاسفانه. خروجی دانشگاه‌های ما که در واقع افراد نخبه و تحصیل کرده‌ای هستن و ظرفیت‌های حقوقی بسیار بالایی دارن، وقتی در واقع از اون دانشگاه پاشون رو بیرون میذارن و خروجی سازمان‌های مردم نهادمون رو به ویژه در عرصه بین المللی مشاهده می‌کنیم، متوجه میشیم که یه جای کار به نوعی میلنگه. یعنی الان خب ما 10 سازمان مردم نهاد در سراسر کشور داریم که اینها مقام مشورتی از اکوسوک دارند. خب طبیعتاً NGO که دارای مقام مشورتی هست این فرصت رو داره در تمام مکانیزم‌های سازمان ملل مشارکت بکنه
و لازمه که یک بازنگری در ساختار سمن‌های ما صورت بگیره، به این صورت که در واقع شاهد بخش‌هایی از جمله بخش بین الملل باشیم که متخصصان حوزه روابط بین الملل، حقوق بین الملل و حقوق بشر در اونجا در واقع بیشتر بشن. من یه بررسی می‌کردم، خب ما 60 کرسی گزارشگری ویژه داریم در سازمان ملل، تقریباً 59 تا، و متاسفانه در این بین هیچ استاد یا پژوهشگر ایرانی وجود نداره. به نظر من این خودش یک ضعف است. یعنی باید از دانشگاه‌های ما، از سمن‌های ما این موضوع شروع بشه، پیگیری بشه. خب بسیاری از کشورهای کوچک و ریز می‌بینیم که نماینده دارن به عنوان گزارشگر. بله درست هست، یه بخشی از این موضوعات مباحث سیاسی است که طبیعتاً فرصت عرض اندام و مشارکت افراد ایرانی در این ساختارها به نوعی مشکل‌تر از سایر کشورهاست. اما خب این ضعف صرفاً ضعف خارجی نیست، یک بعد داخلی هم داره که باید به اون بیشتر توجه بشه. طبیعتاً در این بره بیشترین کمک رو سمن‌ها میتونن در عرصه بین المللی داشته باشن به عنوان بازوی تکمیلی بخش دولت و به عنوان یک بخش نان استیت یا بازیگر غیر دولت. خب در طول دوره جنگ 40 روزه به نوعی این فضا یه مقداری فضای بسته‌ای بود برای فعالان مدنی و سمن‌ها که بتونن حالا اون مستندسازی میدانی رو داشته باشن. طبق حالا صحبت‌هایی که با برخی از پژوهشگران و حالا مخصوصاً فعالای مدنی توی این حوزه داشتم، خب خیلی سعی شدش که مخصوصاً در رابطه با مدرسه مینا یک سری مستندسازی‌هایی از همون ابتدای این واقعه صورت بگیره. طبیعتاً به خاطر فضای بیش از حد امنیتی در اون دوران یه مقداری شاید سمن‌ها این فرصت رو نداشتن و طبیعتاً باید به نظرم وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای دستاندرکار یه مقدار کمک بکنن تا انشالله شرایط دیگه و در موضوعات دیگه انشالله بتونیم به نحو احسن این گردآوری‌های میدانی رو انجام بدیم.